گفت به فکر خریدن کودکس باشه. آقا من تا حالا از این کارا نکرده بودم، بلدم نبودم. رفتم داروخونه، در گوش دکتر داروخونه صدایی زدم بهش، گفتم ببین یه دونه کودکس میخوام. یه خوشبو کننده دهن بهم داد، گفت تا اینو نخوری بهت نمیدم. رفتم بیرون، رفتم فرداش رفتم یه داروخونه دیگه خداوشکر تونستم بگیرم این محصول ناوی کشوری. یه پول اضافه تر دیگه باید بده کودکس. رفتم یه داروخونه دیگه اونجا جدی تونستم بخرم، ولی دکتر داروخونه موقعی که داشتم میرفتم بیرون صدام زد، گفت ببین از این به بعد بیای بگی سایز اسمال حل دیگه لازم نیست شربتو در بیاری. چششو بازی خانومه. بعد آره، ولی کلن فرهنگ کودکس باید جا بیفته. اصلا بهت نمیخوره سایز اسمال. کوچیک‌تر میخوره. اصلا اینجا رو نگاه کن صحبت میکنه. میگه نه نمیخوره. میخوره. رویه بدید. چه آواز میکنه؟ آقا بذاری من گند و تماشام برم. ولی جدی اینو میخوام بگم، باید فرهنگش جا بیفته. مثلا برای خود من اما اوایل یه ذره عجیب بود یه نفر بره تو داروخونه بگه آقا مثلا من کودکس میخوام. چرا من این فرهنگش برام به دست اومد؟ من خودم یه سری تو داروخونه بودم چند سال پیش، یه آقای اومد امن گولاختر، امن اوشاخلاری‌تر، جدی دارم اینقدر دکر برگشت با اعتماد به نفس تو داروخونه داد زد، گفت آقای دکتر یه کودکس میخوام. من خندیدم، یه پوزخند زدم، یه نگاه به من کرد، گفت دو تاش کن. اونجا فهمیدم که باید با فرهنگش هم هر چیزی خنده نداره. بعد دیدم آقا روز موعود رسید، ما این محصول بهداشتی رو خریدیم، رفتم خونه نام زدم، یه ذره صدایی زدم دیدم نیستش، رفتم تو آشپزخونه دیدم تو ماشین لباسشویی گیر کرد. بعد به جون ازم چیکار می‌کنی؟ در آوردمش، گفت ببخشید من نظر روم نشد، خواستم غیر مستقیم بهت بگم، بغلش کردم، بوسش کردم، بهش گفتم بی‌ناموس اومد گفتی برو کودکس بخر دیگه چی می‌خواستی غیر مستقیم؟ ولی خلاصه